سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به این مینی ولاگ. میخوام امروز شما رو با خودم ببرم سر کارم، پس با من همراه باشین. یه توست با خامه خوردم و رفتم حاضر شدم. از اونجایی که پروسه حاضر شدنم خیلی طولانی و حوصله سر بره، براتون ویدیو نگرفتم. معمولا همیشه مامانم موهامو درست میکنه، خودم هم میکاپ میکنم. من گیتاریست یه بند موزیک هستم که تو مراسم‌های عروسی، تولد، مناسبت‌های مختلف اجرای لایو انجام میدیم. امروز هم یه مراسم عروسی میریم که ولکامش با گروه ماه. طبق معمول خیلی زود رسیدم، زودتر از همه. برای همینم رفتم تو رختکن و منتظر بقیه دخترا بودم که بیان و بریم شروع کنیم. اینجا محوطه حیاط بود که اجرامو قرار بود اینجا باشه. عروس و دامادم داشتن عکساشون رو میگرفتن. ما کم کم شروع کردیم، وسایلمون رو چیدیم، ساوند چک کردیم و جامون رو درست کردیم. همه چی اوکی بود و هیچ مشکلی نبود. رفتیم حاضر شدیم و لباسای اجرامون رو پوشیدیم که بریم شروع کنیم. لباسامون چطوره؟ نظر بدیم. از خود اجرا ویدیو ندارم چون کسی نبود که فیلم بگیره و اجازه فیلم برداری هم نمیدادن، ولی خیلی شاد و پر انرژی تموم کردیم. آخرش چند تا غیر کوچولو هم دادیم و تمام. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ولاگ بعدی، خدافظ.